سلام عزیزان، خیلی خوش اومدین. راضیه ایراندوست هستم، دکترای روانشناسی سلامت و اینجام تا با شما در مورد یه سری از مسائل روانشناسی صحبت کنم. خوشحال میشم که با من همراه باشید. اگر بخوام در مورد خودم و آشنایی با رشته روانشناسی برای شما صحبت کنم، من سال 83 کارشناسی روانشناسی رو شروع کردم. بعداً سال 87 ارشدم رو شروع کردم و از سال 89 کار توی حوزه روانشناسی رو توی حیطه‌های مختلفش مثل آموزش، تدریس و درمان شروع کردم. سال 93 که دکترام شروع شد، من اون موقع‌ها تقریباً با رویکرد CBT داشتم کار می‌کردم و 1-2 سال بعد شروع کردم به یادگیری رویکرد طرحواره درمانی و طرحواره درمانی رو زیر نظر اساتید مختلفی که توی این حوزه کار می‌کردن گذروندم تا اینکه یه دوره خانم دکتر مونا چراغی عزیز گذاشتم و اون دوره رو طبق معمول همیشه که من کارگاه طرحواره درمانی رو شرکت می‌کردم، من شرکت کردم. یه تفاوتی که این دوره با دوره‌های قبل داشت این بود که زبانی که خانم دکتر داشتن باهاش طرحواره درمانی رو به ما آموزش میدادن یه زبان جدید بود و وقتی از این زبان توی اتاق درمان استفاده می‌کردی تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت و من شیفته این زبان شدم. بعدنها متوجه شدم که خانم دکتر رویکردشون یفتیه و من هم با شوق خیلی زیادی دوره‌های یفتی رو شروع کردم گذروندن. من دوره‌های یفتی رو تحت نظر مؤسسه آستفت کانادا گذروندم و دوره اکستنشیپ و کورسکیز رو با سیندی گودنس عزیز گذروندم و بعد از اون عضو انجمن درمانگران هیجان مدار ایران شدم و در حال حاضر 2 ساله که توی گروه‌های سوپرویژن گروهی دکتر مریم عباسی هستم و تحت نظر سوپروایزرهای عزیز حالا که توی انجمن هستن دارم دوره‌های سوپرویژن فردیم رو هم می‌گذرونم و افتخار اینو داشتم که توی آخرین دوره کورسکیزی که در ایران توسط جولیای عزیز برگزار شد به عنوان هلپر در کنار بچه‌های عزیزی بودم که دارن این رویکرد رو یاد می‌گیرن. نهایتاً این که من در حال حاضر درمان فردی رو با رویکرد طرحواره درمانی کار می‌کنم و درمان زوجی رو با رویکرد هیجان. اما این که چرا من اینجا؟ داستان برمیگرده به تقریباً 2-3 سال پیش که من یه گروه درمانی میخواستم برگزار کنم و داشتم مراجعینم رو بر اساس شباهت‌هایی که داشتن گروه بندی میکردم و یه چیزی که توی این گروه بندیه خیلی توجه منو جلب کرد، یه دسته بزرگی از مراجعین من داشتن یه سری علائم نشون میدادن، علائم کمالگرایی. بعدنها از یکی از اساتیدم شنیدم که میگفت مراجعین شما خیلی چیزا در مورد خود شما میگن و خب واقعیتش اینه که من کمالگرام و به خاطر همین نشستن با مراجعین کمالگرا انگار برای من خیلی راحت تر. اما از اون تایم به بعد یه ذره حساسیت من نسبت به کمالگرایی زیاد شد و دیدم که ببین سوگیری ذهن من نیست که فقط داره این حجم از مراجعه کمالگرا رو تو سرویس من قرار میده، انگار چیزهای دیگه ای هم هستن که در این دخیلن. و بعدا متوجه شدم که در واقع کمالگرایی خودش شیوع خیلی بالایی داره. پویت میگه که کمالگرایی با خیلی از اختلالات روان همراه میشه، با اختلالات اضطرابی، با اختلالات افسردگی، با اختلالات شخصیت مرزی، با یه سری از کشکاری‌های روانشناسی مثل فرسودگی‌های شغلی، با یه سری از این دردهای سایکوسوماتیک مثلا سردردهای میگرنی، مثل سندروم روده تحریک پذیر. و در واقع خود کمالگرایی داره با خیلی از این اختلالات همراه میشه و شیوع بالایی داره. حالا به این شکل یا کمالگرایی میاد به اون اختلال اضافه میشه یا کمالگرایی باعث اون اختلاله میشه. به جز اون یه چیز دیگه ای که در شیوع بالای کمالگرایی نقش داره ناهمگونی خود افرادی هستند که کمالگران. در واقع ما خیلی از افراد رو میبینیم که با داستانهای زندگی متفاوت، با پیشینه‌های متفاوت میان زره کمالگرایی رو تن میکنن. به خاطر همین وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که در گروه خیلی بزرگی هستند که انگار
اومدن دارن از کمالگرایی استفاده میکنن، اما با گذشته متفاوت. و سومین عاملی که در واقع کمالگرایی رو خیلی زیاد میکنه، تأکید شبکه‌های اجتماعی و فشار اجتماعی هست که همه ما احساس میکنیم بر این که بیشترین عملکردمون رو داشته باشیم، بهترین عملکردمون رو داشته باشیم. در واقع ما هممون داریم میبینیم که توی شبکه‌های اجتماعی، حتی توی مدارس، یه سری آدم‌ها به عنوان رول مدل انتخاب میشن، یه سری آدم‌ها به عنوان یه سمبل انگار انتخاب میشن و بقیه آدم‌ها مدام دارن تشویق میشن که شبیه اونها بشن. و شرم اجتماعی که ما مداوم در اثر این مقایسه ها تجربه میکنیم، این که چرا من شبیه اون نیستم، چرا اینا اینقدر خوبن، چرا من اون شکلی نیستم. و این شرم اجتماعی اینقدر زیاده که برنی براون میگه که زنها این شرم اجتماعی رو خیلی تجربهش میکنن و در اثر این مقایسه ها همیشه احساس میکنن که ناکافی هستن. در واقع به خاطر همه این هاست که ما درصد شیوع بالایی از کمالگرایی میبینیم. و اینکه ما اینجا میخوایم چیکار کنیم. لیون یه جمله‌ای داره که من این جمله‌شو خیلی دوست دارم. لیون میگه که تروما چیزیه که در عدم حضور یک شاهد همدل اتفاق میفته. یعنی یه درد هر چقدر سخت، هر چقدر دردناک، اگر ما کسی رو داشته باشیم که اون درد رو باهاش به اشتراک بذاریم، انگار اون درد کم میشه، انگار اون درد میره کنار. ولی اگر ما کسی رو نداشته باشیم که اون درد رو باهاش به اشتراک بذاریم، اون درد اونجا میمونه و عفونت میده. عفونت دردهای روانی رو ما چه شکلی میبینیم؟ توی 2 حوزه. 1 توی رابطه من با خودم و 2 توی رابطه من با همه آدم‌های دور و برم. جایی که حال من با خودم بده، جایی که انگار من حوصله خودم رو ندارم، جایی که انگار من مدام دارم خودم رو سرزنش میکنم، مدام انگار همش با خودم توی جنگم، و جایی که رابطه من با دسته بزرگی از آدم‌های دور و برم داره به مشکل میخوره، با خانواده‌ام، با دوستان، با آدم‌هایی که نزدیک منن. انگار دومینووار روابط من داره دچار اختلال میشه. در واقع توی این شرایط انگار یه درد روانی عفونت داده و کمالگرایی از اون درداییه که خیلی باعث عفونت روانی میشه. و ما اینجایی که با هم دیگه یه نگاه بهش بندازیم و این درد رو به شکل کامل تری ببینیم. به هر حال همه ما یه دلیل خیلی خوب داشتیم برای اینکه زره کمالگرایی رو تنگ کنیم، اما میخوام اینجا نگاش کنیم ببینیم اینکه با این زره زندگی کردن و جلو رفتن ارزشش رو داره یا نه. شاید من اینجا نکته درمانی واضحی نتونم بگم، چون همونجوری که جلوتر خواهم گفت کمالگرایی چیز خیلی سخت و پیچیده‌ایه و خیلی بعیده که با یه نکته درمانی اینجا بخواد تکون بخوره. اما هدفی که دارم اینه که انگار ما اینجا عمیق‌تر به این درد نگاه کنیم و ببینیمش و ببینیم اگر برای من سودی نداره و اگر برای من کاری نمی‌کنه، تلاش کنم و کمک کنم به خودم که این زره رو بذارم کنار و چیزی رو تنگ بکنم که باهاش راحت ترم و باهاش حس خوشبختی بیشتری دارم. ممنونم از همراهیتون.